میدانستید همه دوست دارن در روز تولدشون توییتر و اینستاگرامشون پر از تبریک تولد باشه؟ اما پست کردن تاریخ کامل تولد یکی از کلیدی ترین اطلاعاتیه که کلاهبرداران میتونن به راحتی حسابهای کاربری رو با نام شما ایجاد کنند. آیا میدانستید این تصویر واقعیه؟ این تصاویر توسط عکاس به نام فوچن گرفته شده. کوین مکگوان زیستشناس متخصص رفتار کلاغ‌ها به نشنال جئوگرافیک گفته این رفتار نادر نیست. پرندگانی مثل کلاغ در تابستان وقتی که جوجه هایشون آسیب پذیر هستن اکثرا نزدیک لانه پرواز میکنن. آنها معمولا به پرنده‌های شکاری مثل عقاب که برای جوجه هاشون خطر محسوب میشن واکنش نشون میدن، اما خیلی نزدیک نمیشن. چیزی شبیه به دنبال کردن ماشین توسط سگ. اما این مورد خاص اینطور نبوده و پرنده ناگهان سوار بر عقاب شده. برای عقاب نیز این حالت چیزی شبیه به مزاحمت پشه برای ماست. کوین میگه عقاب معمولا از طرف پرندگان کوچیک دیگه مورد مزاحمت قرار میگیره. آیا میدانید این رنگارنگ ترین سنگ جهانه؟ عقیق دیترویت یا فوردایت یکی از شگفتی های سنگ ها که بافت و طرحی شبیه به بافتنی های مادر بزرگا داره به طرز بسیار زیبایی رنگارنگه. آیا میدانستید این مرد ویتنامی هر روز 13 کیلوگرم زینت‌آلات طلایی به دست و گردن خودش میندازه؟ ترن ناگو که 36 ساله برای پرسه زدن در شهر مجبور 5 محافظ همراه خودش داشته باشه. این میزان طلا به ارزش معادل $550,000 مشکلاتی برای مفاصل او به وجود آورده. آخه یکی نیست بهش بگه مگه مجبوری؟ آیا میدانستید یک هنرمند عجیب سوئیسی به نام سایمن برگر با استفاده از شکاندن و خرد کردن شیشه‌های اماکن عمومی طرحش چهره ایجاد میکنه؟ آیا میدانید اگر اندازه کره زمین بزرگتر از اندازه فعلی بود نیروی جاذبه شدیدی شکلگیری حیات رو مختل میکرد و اگر کوچکتر بود آب و اکسیژن از اتمسفر اون به بیرون فرار میکرد و حیات غیر ممکن میشد؟ یعنی این به این معنیه که زمین دقیقاً به همون اندازه‌ایه که باید باشه. آیا میدانستید رئیس قبیله فیجیان مشهورترین آدمخوار جهانه که هیچ چیز به جز گوشت انسان نمیخورده؟ او در طول عمرش در قرن 19 حداقل بین 872 تا 999 نفر رو خورده. آیا میدونید نادرترین رنگ چشم جهان هیچ کدوم از رنگ‌هایی که تا به حال دیدید نبوده، بلکه رنگ چشم بنفشه؟ چشمان بنفش در واقعیت نیز وجود دارند. افراد با چشم بنفش نادرترین ترکیب ملانین و رنگدانه رو دارن که به فرد این رنگ چشم منحصر به فرد رو میده. آیا میدانستید جنارو آزمایش کننده طعم قهوه که در شرکت انگلیسی مشغول به کاره تنها در ازای چشیدن انواع قهوه و تایید مزه ماهانه 17,000 یورو درآمد داره؟ جالبه بدونید پرس‌های چشایی زبان او 10 میلیون پوند بیمه شده. آیا میدانید یکی از موجودات بسیار نادر ملخ صورتیه که کمتر کسی زادگاه اصلی اونا رو میدونه؟ این ملخ‌ها در آمریکا بیشتر دیده شده و البته تعداد اونا به نظر میرسه بسیار کم باشه. بسیاری اعتقاد دارن این رنگ صورتی به خاطر بیماری‌های ژنتیکی گونه خاصی از این حشره هاست. آیا میدونید تقریباً در بیشتر عطرهای تقلبی از ادرار انسان و حیواناتی چون شتر به کار میره؟ چون ادرار برای ثابت نگه داشتن رنگ و همچنین ثبات اسید عطر مورد استفاده قرار میگیره. آیا می‌دانستید یکی از مکمل‌های طبیعی برای کاهش کمردرد امگا 3 و اسیدهای چربه؟ مصرف این چربی‌ها باعث کاهش التهاب در بدن میشه. التهاب یکی از اصلی ترین دلایل ابتلا به کمردرده. آیا میدانید در فاصله 4 کیلومتری ساحل دبی خانه‌هایی رو با نام سی هورس بر روی دریا ساختن که نیمی از آنها زیر آب و نیمه دیگر آنها بر روی آبه؟
در این خانه های 12 میلیون دلاری 4 تا 6 اتاق خواب، 4 سرویس بهداشتی لوکس، آشپزخانه دیزاین شده و کابین زیردریایی هستند. آیا میدانید بعد از اکران فیلم ترسناک جیغ یا اسکریم در سال 1996 که در اون قاتل قبل از کشتن قربانی ها با تلفن خونه‌شون تماس میگرفت، در آمریکا خرید تلفن های دارای صفحه نمایش شماره تماس گیرنده 3 برابر افزایش یافت؟ و در آخر، آیا میدانستید از شگفت انگیزترین ابرهای جهان ابر ترسناکی به نام سوپرسله؟ این ابر که همنام با شرکت کلش آف کلنزه تندبادی ایجاد میکنه که قادر همه چیز رو ببله. عاشقان این گونه ابرهای خاص جان خود رو برای تصویر برداری از اونها به خطر میندازن.